منی که مثلا 1700 تا تو حسابم پول میاد، حالا باغ ندارم، من میخوام به شما نشون بدم. مثلا میتونم یه دونه چمنزن بخرم 399 یورو. میتونی اینم گستی بخری. متوجه شدین چی شد؟ یه دونه فرغون بخرم مثلا واسه طویل تمیز کردن 359 یورو. حالا به پول ایران حساب نکنی، نه مثلا خودمو میگم. من میتونم یه دونه لودر بخرم، لودر تو خیابون چیز کنم، چند یورو؟ 6990 سنت. متوجه شدید شد؟ یعنی کارگر سال اینا رو هم قسطی میدم، چون فشوقی دارم میتونم فشوقی ما بدم اونجا، ماهیانه مثلا بگم 50 یورو میدم، 100 یورو میدم. اینجوریه. اینم نهره چیزه، شنو چیز میکنن به هم میزنه 249 یورو. اشکایی داداش 1700 تا به حقوق میاد به من. بذاریم بازم نشون. اشکایی داداش فروشنده هم مسیه، مسی اینجا فروشندگی میکنه. متوجه شدین چی شد؟ میتونم قایق بخرم قشنگ. ببینید 300 یورو، 299 همون 300 یورو میشه داداش. اینم برشه 300 یورو. ببینید درجه هم داره. از این پستا واسه شما بذارم، از این به بعد دیگه با دو چشمه ها پست نذارم. نظرتون چیه؟ میخوام همه چیزو به شما نشون بدم. به بعد از این پستا به شما میخوام نشون بدم، قیمتا رو نشون بدم. مثلا یه دونه کارگر اینجا هست 1700 یورو پول میاد تو حسابم. یه حالا خونه و فلان خرج میره، میتونم خیلی چیزا از اینجا خرید کنم قسطی. خدا رو شکر فعلا ما چیز نداریم، خونه نداریم، باغچه نداریم از این چیزا بخریم. گفتم به شما یه گوشه‌شو نشون بدم.